دوست خوب من سلام، چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه و حسابی پر انرژی باشی. صبحان طباطبایی هستم، مدرس تکنیک‌های مختلف نقاشی و توی این جلسه آموزشی می‌خوایم با هم اینجا نوشتم انیمه رو یاد بگیریم که به درخواست شما عزیزا بوده. یعنی شما درخواست داشتین که با هم انیمه رو کار بکنیم و اون رو یاد بگیریم و ما گذاشتیم روی سرمون، به روی جفت چشام. فقط درخواستی که ازت دارم که کانال من سابسکرایب کنی. اسم کانالم هست آرت صبحان و اگه دوست داشتی آموزش دیگه هم تماشا کن. توی آموزش دیگه کلی چیزای مختلف و باحال یاد دادم چجوری با پاستل گچی کار بکنی، یاد دادم چجوری امیرد رنگی استفاده بکنیم، کاربرد امیرد رنگی رو کلا آموزش دادم، یاد دادم که چه شکلی طراحی بکنیم. خیلی چیزای متنوعی هستش، میتونی ازش کلی استفاده ببری و کلی سواد هنری تو بالا ببری. وقتتو بیشتر از این نمیگیرم، برو بریم موضوع رو شروع کنیم. اما بازم یادت نره سابسکرایب کنی ها. دمت گرم. برای کشیدن چهره‌های انیمه‌ای من میام اول یه دونه دایره به این حالت اینجوری میکشم. این از بیس کار. حالا مثلا صورتش رو به رو، خط رو اینجوری به 4 قسمت تقسیم میکنم. اگه حالا حالت سرخ داشت، مثلا این وری داشت نگاه میکرد، من این وری و این وری خطمو میکشم، یعنی دایرم رو به این حالت تقسیم بندیش رو انجام میدم. حالا میام اینجا یه دونه حالت بیزی شکل میکشم، اینجا یه دونه حالت دایره‌ای شکل، فاصله‌اش هم تقریبا یه دونه تخم مرغ. و حالا از داخل اینجا من میام فرم صورتش رو خارج میکنم. خیلی مهمه ها بچه‌ها، فرم صورت رو از داخل دایره دقیقاً مثل یه کسی که حالا سفالگره، کسی که مجسمه سازه، حالتش رو خارج میکنم. بعد حالا ما اینجا یه دونه بیزی میکشیم مثل دماغش، اینجا جاییه که دهنش قرار میگیره، این از این. و بعد از اینکه حالا این کار رو ما انجام دادیم، من حالا میام داخل چشش یه دونه اینجا این مدلی یه دونه میکشم، یه دونه هم اینجا این مدلی میکشم. این هم میشه حالت دماغش. دماغ دقیقا روی این خطه نزدیک به چشم ها قرار بگیره. حالا میام سراغ دهن، اینجوری اینو میکشیم به این شکل. یک کوچولو مثلا فکش رو میتونیم به نظر یه ذره بیاریم وسط تر، مثلا اینجا قرار بگیره باز بهتره. این هم شد فک. و حالا مهمترین قسمتش که میشه حالت و استایل موها، ما بعد بیایم اینجا رو اجرا بکنیم. میام اول حالت 7-8 تیپیکال مو رو اجرا میکنم. اینجوری، این هم دوباره اینجوری، سه میتونیم بیایم پایین تر. بعد مثلا دوباره اینم اینجوری، همینجوری این کار رو انقدر انجام میدیم تا مثلا میرسیم اینجا. و مثلا گوشش مثلا اینجا کشیدم دیگه، یه ذره به نظر میتونه بیاد این ورتر، مثلا اینجا قرار بگیره. ما همزمان که یعنی داریم حالت کارمون رو درست میکنیم، این فرم های کلی کارمون هم دوباره درست میکنیم. یعنی مثلا گوشش یه ذره به نظر بالاتر قرار گرفت، بهتر شد. حالا شما میتونید خود یه چک بکنید. اگه مثلا بزن عقب‌تر، ببین اونجوری بهتر بود، همونجوری بذار بمونه. اگه دیدی نه اینجوری بهتره، اینجوری اجراش بکن. حالا من میام دوباره اینجا حالت 7-8 استایل موها رو در میارم. ببینید چقدر ساده، ولی حالت 7-8 خیلی مهمه ها. سعی کن اینجوری قشنگ با کیفیت با حوصله حالتش رو اجرا بکنی. مثلا من الان نگاه که میکنم، میتونه مثلا اینجای موهام یه ذره واسه پرتر بشه، یه ذره مثلا اینجا بیاد بالاتر تا اینجاها، بعد اینجوری بشه. آره باحال‌تر نشد؟ بعد ما توی حالت انیمه اغراق خیلی میتونیم انجام بدیم. اغراق دستمون بازه کاملا واسه، مثلا میتونیم اینجا یه ذره موهاشو پرتر حتی بذاریم. به نظر خب الان اینجوری باحال‌تره. بعدش حالا من میام چیکار میکنم؟ میام با استفاده از مداد طراحی از موها شروع میکنم
و کلش رو یک دست توسی روشن میزنم. حواست هم باشه خیلی از خط خطوط بیرون نزنی. اگه دیدی داری از خط خطوط بیرون میزنی، اول میتونی اینجوری بیای خطات رو مشخص بکنی، یعنی حالت 7 8 به این شکل. اینه که مشخص کردی، بعدش بیا اینجا رو سایه بزنی. وقتی هم که اینجا رو سایه زدی، دوباره میای سراغ رنگامیزی. رنگامیزی توی انیمه از هر چیزی مهمتره. اگه شما بتونی رنگامیزی خوب و باری داشته باشی، این کاراکتری که طراحی کردی خیلی خودشو خوشگل و باحال نشون میده. اینم تا اینجا هم میام این ریزه‌کاریای اینجاها خیلی مواظب باش، حواست قشنگ به اینجاها باشه. تا اینجاها، اینجا هم همینطور، اینجا باز همینطور. همین فرمون رو بریم جلو دیگه. ایشالله تا دقایق دیگر کار به اتمام خواهد رسید. اینجا هم باز به همین شکل. حالا ما اینجوری میزنیم، همینجوری میزنیم، پر میکنیم. ببینید خیلی ساده و باحال، خیلی باحال. تا اینجاها میایم پایین، اینم تا اینجاها و همین حالت باز ما کار میکنیم. اینم تا اینجا. و دیگه اوکیه. خب حالا که ما این کار رو انجام دادیم، ببین توی حالت انیمه یه استایلی ما داریم که ما باید 2 تا لبه واسه مو بکشیم. مثلا اینجاها رو من اینجوری میکشم باز. حالا این چی میشه؟ اینا تیره تر میشه، انگار سایه توی موهاش افتاده. اینا رو باید پررنگ تر بزنیم. همینجوری با حوصله، با دقت و با کیفیت. اینجوری رنگ میکنیم. اینجا هم 2 تیکش میکنیم. و بچه ها موهاش خیلی داستانش زیاده. اگه حالا دیدید مثلا موهاش رو مختونه، میتونید آخر سر موهاش رو رنگ کنید. الزامی نیست که حتما اول بسم الله بیایم موهاش رو رنگ بکنیم. نه من چون همیشه خودم اینجوری عادت کردم که از بالا بیام به سمت پایین نقاشیمو رنگ کنم، واسه همین دیگه اینجوری کار میکنم دیگه. حالا خودت هر جوری راحت بودی، هر جوری که عشق کردی، هر جوری که حال میکردی با نقاشیت، همونجوری کار کن. من آدم سختگیری نیستم بگم که بابا اینجاها رو مثلا این چیزی که من میگم درسته، اینجاها رو باید اینجوری کار بکنی، باید اینجوری رنگ کنی. نه، اصلا چه خبری نیست. هر جوری عشقته، هر جوری با نقاشی ارتباط میگیری، حال میکنی، میتونی کارت رو انجام بدی. چیزی به اسم قانون وجود نداره. فیزیک که نیست، ریاضی که نیستش ما بخوایم قانون رو یه سری چیزا رو بگیم که حفظ بکنی. نه، همچین چیزی نیست. یه سری اصول داره البته که اونا رو باید یاد بگیری، حفظ کردنی هم نیست. ولی خب اینکه چجوری رنگ بکنی و چیکار بکنی دیگه دست خودته. سر همینه که هنر جذابه، هنر باحاله. ایناش خیلی واقعا باحاله. من خودم به شخصه خیلی دوست دارم. این از این. حالا گوشش یه اینجوری میکشیم، یه اینجوری، یه این مدلی. این از این. حالا میام سراغ چشش. چشش چیکار میکنیم؟ چشش ما یه اینجوری میکشیم به این حالت. یه دایره اینجا، یه دایره اینجا. این دایره ها رو میذاریم سفید بمونه. بعد دماغش. حالا این یکی چشش. دورگیریش هم نصفه انجام میدیم که اینجا خالی بمونه. یه دونه دایره سفید اینجوری.
اینم ابروش که پشت موهاش قایم شده و حالا دهنش که خیلی خوشحاله، خیلی خوشحاله. توی دهنش هم اینجوری یه رنگ توسی ملایم، یه دونه خط هم اینجوری میکشیم، اینجا تیره، اینجا توسی ملایم که اینجا توی دهنشه، اینجا هم زبونشه. این توسی ملایم زبونشه، اینجا که تیره است توی دهنشه. و حالا اینجا دورگیریش رو انجام بدیم. یه اینجوری، یه اینجوری. اینجا هم یقه لباسشه. این هم اینجوری شد. یه 4 تا نقطه هم اینجا میذاریم که ککی مکیش بکنیم. این هم یقه لباس. حالا گردنش یادمون رفت هستن. این هم کتش که تنشه. انصافا خیلی باحال جذاب شد. اینجا رو فقط من دورگیری یادم رفت بکنم. دورگیریش رو تکمیل کنیم و دیگر هیچ. فقط بچه من این نکته خیلی مهم بهتون بگم، اینجا ببینید سیاه شده، من چون دستمو هی میذارم روی کار، نیا کن اینجوری میشه. اگه خواستین اتفاق نیفته یه دستکشی هست به اسم دستکش طراحی و میتونید شما یه کاغذ هم استفاده کنید، اینجوری بزنید زیر دستتون به جای این دستکش طراحی ها. حالا هر جوری خودتون حال کردید. خب بچه‌ها تموم شد کارمون. کار باحال و خوشگلی هم شد. انصافا به نظرم دوست داشتنی و باحاله. یه ذره موهاش دوست داشتم باز بیشتر کار کنم ولی این شد کار ما دیگه. کار خوشگل و باحالی هم انصافا شد. میگم من خودم راضی ام ازش. ولی حالا اگه دوست داشتی میتونی برام بنویسی اصلا چه شخصیت کارتونی انیمه دوست داری من بهت آموزش بدم. میتونی بهم بگی که مثلا چی رو بکشم تو جلسات بعدی. این قضیه رو کاملا به خودت میسپارم و اگه حتی دوست داری کارهای دیگه هم انجام بدیم حتما توی نظراتت بهم بگو. در مجموع ممنونم که کانال منو دنبال میکنی. مرسی که حمایتم میکنی. منتظر نظرات قشنگت هستم و تا آموزشی بعدی اینجا بوسیدمتون. خدا یار و نگهدارتون.